وقتی ما تو اوج گرما نگرانیم آب و برقمون نره، اون برای خلیج فارس قطر داره خیابوناشو کولر کشی میکنه. یکی از گرمترین و خوشترین کشورهای جهان که تبدیلش کردن به یه بهشت واقعی. اول جاده هاشونو با یه ماده مخصوص آبی کردن که دمای زمین رو تا 20 درجه کم میکنه. یعنی اگه هوا 50 درجه باشه شما دارید عملاً روی 30 درجه راه میرین. دوم، تو پیاده‌روها و مراکز خرید دریچه‌های کولر گازی رو در ارتفاع پایین نصب کردن تا پای مردم خنک بمونه. سوم، توی ورزشگاه‌هاشون زیر هر صندلی یه کولر شخصی گذاشتن که وقتی میشینی و فوتبال میبینی نسیم خنک بزنه زیر پاهات. چهارم، برای کارگرها جلیقه و کلاه خنک کننده ساختن که با پنل خورشیدی کار میکنه. یعنی نور خورشید بهشون بخوره نه تنها نمیسوزن بلکه خنک هم میشن. به نظرت فرق ما با اونا فقط پوله یا یه چیز دیگه است؟ اگه این فکت برات جالب بود لایک کن و برای دونستن واقعیت‌های عجیب دنیا حتما پیج رو فالو کن.